با برادر شوهر گپ زدن ممکن است. برادر شوهر است، او خویش شما هست، او عمک فرزندانتان است. به او سلام دادن، برایش خوراک آماده کردن ممکن است، اما تنها به تنها نه. تنها به تنها نه، چون که او نامحرم است. تنها به تنها نشستن و سفر نه، اما که خانه آمد البته که اجازت است که شما مرد بیگانه حتی باشد سلام دادن، مادامی که به فتنه نمیبرد با که نیست. یعنی در یگان جا آمده است که پیامبر گفته باشند به زنها اصلا سلام ندهید. یعنی با زنها صحبت کردن پیامبر یا بعضی صحابه ها با هم دیگر صحبت کردنشان به سلام که گپ را شروع کردن نمی شود آمده است. فقط تنها به تنها ماندن و بیهوده گپ زدن و خنده و رفته رفته آمیخته شدن ممکن است. و برادر شوهر رو اگر شما گپ نزنید، نمیدونم چه خیلی می شود دوامش، مادامی که برادر شوهر شما هست. استاذه جان، اگر لباس بسیار باشد به کسی دهیم خیر می شود؟ اگر شما از لباس هایتان دادید با نیت خیر است، اما از به پرتافتن یا به مصر پرتافتن به کسی میدی هم گفتید، در اینجا این خیر نیست. شما چیزی که به شما لازم نیست به کسی دادید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میگوید الله. شما صاحب تقوا نمیشوید تا زمانی که از چیزی که برای خود دوست می‌دارید از آن صدقه نکنید. صدقه هایی که ثواب کلان دارد همین است که به خودت لازم است تو دوست می‌داری با صدقه میکنی. این نیست که یک چیز به تو لازم نیست تو رو اصلا میخواهی به پرتوگاه پرتایی، لیکن باز به کسی میدی با امیدی خیر هست.